به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا، شیرین و بسیار قدیمی و بسیار نفیس شروع می‌کنیم. کتاب نفیس گنجنامه شیخ بهایی. این کتاب خیلی خیلی قدیمی هستش و بسیار ترتیب زیبایی داره. امیدوارم که خوشتون بیاد و من رو همراهی کنید که این کتاب زیبا رو با هم دیگه کشفش کنید. لطفاً با من همراه باشید. دودمان‌های پس از اسلام. ورود اسلام به ایران. خلفای راشدین، خلفای اربعه، خلفای اموی، خلفای عباسی. طاهریان که حاکمشون، بنیانگذارشون طاهر ذوالیمینی بوده. صفاریان بنیانگذارشون یعقوب لیث صفاری بوده. سامانیان بنیانگذارشون نصر یکم بوده. زیاریان بنیانگذار قابوس ابن وشمگیر بوده. بوییان آل بویه بنیانگذارشون شهریار عضدالدوله بوده. غزنویان بنیانگذارشون سلطان محمود غزنوی بوده. سلجوقیان بنیانگذارشون ملکشاه و سلطان سنجر بوده. خوارزمشاهیان بنیانگذارشون محمد خوارزمشاه بوده. ایلخانیان بنیانگذارشون هولاکو خان بوده. تیموریان بنیانگذارشون تیمور گورکانی بوده. آق قبون و قره قیونلوها بنیانگذارشون اذن حسن بوده. صفویان بنیانگذارشون شاه اسماعیل یکم بوده. افشاریان بنیانگذارشون نادرشاه افشار بوده و زندیان بنیانگذارشون کریم خان زند بوده و بعدش هم که قاجار، پهلوی و جمهوری اسلامی ایران. اما شروع کتاب. پس از استقرار دین اسلام در سرزمین ایران که در نتیجه پیروزی اعراب مسلمان بر ساسانیان و فتح ایران توسط آنها روی داد، تحولات بسیاری در عرصه‌های اجتماعی، مذهبی و سیاسی ایران به وجود آمد. ایرانیان که از تبعیض طبقاتی موجود در کشورشان ناراضی بودند، اسلام را پذیرفتند و در اشاع آن کوشیدند. با این حال هرگز مخالفت خویش را با سلطه امویان و عباسیان بر خاک ایران پنهان نکردند و جنبش‌های استقلال طلبانه‌ای را به پا ساختند که تشکیل حکومت‌هایی چون طاهریان و صفاریان را میتوان از نتایج آنها برشمرد. طاهریان برای اولین بار پس از ظهور اسلام نواحی شرقی ایران همچون خراسان را به استقلال رسانیدند و صفاریان نیز برای اولین بار از زبان خارجی به جای زبان عربی استفاده کردند. از دوره سامانیان نیز خط فارسی نوین پدید آمد و الفبای عربی با زبان فارسی رواج یافت. حکام آل بویه پس از فتح شیراز و تأسیس حکومت خویش راهی بغداد شده آن را تصرف نمودند و مقام خلافت را به آلت دست خویش تبدیل نمودند و قدرت واقعی را در دستان خویش گرفتند. غزنویان خود را به عنوان قاضیان یا جنگجویان مسلمان مطرح ساختند و سرزمین‌هایی همچون هندوستان را مورد تهاجم خویش قرار دادند. سلجوقیان با پیروزی بر غزنویان حکومت خویش را تأسیس نمودند و سراسر ایران تحت سیطره خویش درآوردند و به یاری وزرای بزرگ و دانشمند ایرانی قدرت خود را تثبیت نمودند، ولی در نهایت توسط خوارزمشاهیان از میان رفتند. در دوره حکومت خوارزمشاهیان تهاجم مغول‌ها به خاک ایران آغاز گردید. نتیجه این تهاجم انقراض حکومت خوارزمشاهیان و غارت شهرها و قتل عام مردم ایران بود که به نابودی اقتصاد و کشاورزی ایران
همراه گردید. مغول‌ها به سرعت خاک ایران را تصرف نمودند و ضمن لشکرکشی به بغداد و به قتل رساندن خلیفه عباسی خلافت اسلامی را از میان بردند. پس از مغول‌ها تیموریان به خاک ایران هجوم آوردند و بار دیگر سرزمین ایران را عرصه تاخت و تاز و غارت قرار دادند. از دوره صفوی مذهب تشیع به عنوان مذهب رسمی ایران معرفی گردید. مذهب تشیع با ویژگی‌های سیاسی و اجتماعی خویش باعث اتحاد و استقلال ایران گردید و هویت ملی آن را در برابر تهاجمات و ضربات مهلک امپراتوری عثمانی حفظ نمود و ایران توانست بار دیگر به عنوان یک قدرت بزرگ سیاسی و مذهبی قد علم کند. در دوره شاه عباس کبیر شهر اصفهان به عنوان پایتخت ایران انتخاب گردید و به اوج عظمت شکوه دست یافت، به طوری که یادگاری‌های بسیاری از آن دوران تا عصر حاضر نیز بر جای ماندند. صفویان در نتیجه تهاجم افغان‌ها و تصرف اصفهان توسط آنها از میان رفتند. نادرشاه افشار افغان‌ها را شکست داد و ضمن تسلط بر تمامی خاک ایران سلسله افشاریان را تأسیس نمود. پس از افشاریان، زندیان بر اریکه قدرت تکیه زدند. در دوره حکومت آنها شهر شیراز به پایتختی انتخاب گردید و به شهری با شکوه و بزرگ تبدیل شد. خلافت اموی پس از شهادت حضرت علی علیه السلام چهارمین خلیفه مسلمانان توسط معاویه ابن ابوسفیان تشکیل شد. نسبت خاندان بنی امیه به امیه ابن عبد شمس می رسید و آنان از سال 41 هجری قمری تا 132 هجری قمری امپراتوری بزرگی را در سرتاسر متصرفات اسلامی از اندلس تا ماوراءالنهر تشکیل دادند که در نوع خود بی‌نظیر بود. ویژگی خاص خلافت امویان تشریفات و تجملات درباری خلفا بود، به گونه‌ای که آنان برخلاف زندگی ساده و بی تکلف خلفای راشدین و به ویژه امام علی علیه السلام دمشق را به شهری شاهانه تبدیل کردند و با موروثی کردن مقام خلیفه خلافت اموی را به نوعی سلطنت و پادشاهی مبدل ساختند. خلفای اموی در طول 90 سال حکومت خود به هیچ عنوان وقعی به تعالیم و دستورات اسلامی ننهادند و از هر گونه ظلم و ستمی به مردم کشورهای تحت حاکمیت خود فروگذار نکردند. آنان از ابتدا رویه خصمانه‌ای را نسبت به ایرانیان نیز در پیش گرفتند و از آنجا که گروه زیادی از مردم ایران به تشیع گرویده بودند، به آنان به چشم دشمنان جدی خود می‌نگریستند. یزید دومین خلیفه اموی با به شهادت رساندن امام حسین علیه السلام ننگ جاودانی برای خود و کارگزارانش بر جای نهاد و کینه و نفرت وصف ناپذیری بین او و مردم ایران که امام سوم شیعیان را سخت گرامی می‌داشتند به وجود آمد. این دشمنی و خصومت در دوره خلفای بعدی اموی ادامه پیدا کرد و آنان با موالی و بنده خواندن غیر اعراب و به ویژه ایرانیان همواره مردم ایران را مورد اهانت و تحقیر خود قرار می‌دادند. اوج فشار و ظلم خلفای اموی بر مردم ایران در دوره حکومت عبدالملک ابن مروان بود و با وجود تلاش فراوان وی برای بیرون راندن ایرانیان از امور دیوانی دستگاه خلافت در این امر توفیقی نیافت. در دوره خلافت امویان بر ایران مردم سختی‌های فراوانی را متحمل شدند و عمال بنی امیه علاوه بر اخذ مالیات‌های گوناگون به چپاول و غارت اموال مردم نیز می‌پرداختند. آنان در دوره حاکمیت خود قبایلی از اعراب مناطق شمالی و جنوبی عربستان را به ایالات
مختلف ایران کوچ دادند تا از این طریق کنترل بیشتری بین مردم ایران داشته باشند. ولی پس از چندی همین امر موجب تشدید درگیری مناطق مختلف ایران شد، چرا که این قبایل که ریشه در عصبیت جاهلی خود داشتند درگیر اختلافات طایفه‌ای و قبیلگی شده به تشنج در این مناطق دامن زدند. دوره امویان سب و لعن حضرت علی علیه السلام و خاندان او در سرتاسر خلافت اجباری شمرده میشد و ایرانیان که به خاندان اهل بیت عشق می‌ورزیدند با چشمی پرخون شاهد این توهین‌ها بودند. هر از چند گاهی با قیام‌های خونین خشم خود را به خلفای اموی نشان می‌دادند. بهترین و عادل‌ترین خلیفه اموی عمر ابن عبدالعزیز بود که سب و لعن علی و آل علی علیه السلام را متوقف کرد و از بار فشارهای تحمیلی بر مسلمانان غیر عرب به نحو محسوسی کاست. ولی مخالفان خلیفه طی توطئه‌ای پس از 2 سال او را به قتل رساندند. ایرانیان در دوران خلافت اموی جدای از جنگ‌ها و شورش‌های گوناگون سیاسی درگیر جنگ فرهنگی با امویان بودند و با به راه انداختن نهضت ادبی شعوبیه در تلاش برآمدند تا گذشته پر افتخار خود را به رخ اعراب کشیده و برتری خود را بر آنان ثابت کنند. آنان همچنین در امور دیوانی نیز نقش مهمی به خود اختصاص دادند و علیرغم نفرت خلفا و کارگزاران آنان، ایرانیان در ساختار و شالوده اصلی حکومت بنی امیه به سختی نفوذ کردند. امویان در دوران خلافت خود به قدری به ایرانیان محتاج بودند که سلیمان خلیفه اموی در این باره گفته بود: عجبا، ایرانیان 1000 سال حکم فرمایی کردند و ساعتی به ما احتیاج پیدا ننمودند و ما 100 سال خلافت کردیم و 1 ساعت بی مساعدت آنها نتوانستیم زندگانی کنیم. ایرانیان در نهایت کینه خود را بر امویان کارگر ساختند و ابو مسلم خراسانی سردار بزرگ ایرانی سرانجام به حکومت آنها پایان داد. نحوه دفینه گذاری در دوره امویان. شیوه اول دفینه گذاری. این نوع دفینه که در دوره سلطنت یزید ابن محلب می باشد بدین گونه است که اغلب در بالای کوه‌ها قلعه می ساختند و گوشه قبله قلعه چاهی تعبیه می کردند که دقیقاً در ته چاه سمت قبله 2 عدد سنگ کبود شکل سنگ آسیاب ساخته و پس از کاویدن مقداری به نشانه کله حیوانی رسیده می شود که بعد از آن یک دیگ بوده و دقیقاً زیر دیگ نیز یک راه مخفی نمودار می شد که به دو سمت راه داشت، یکی به سمت قبله که خالی بوده و دیگری سر مشرق که به یک اتاقی ختم می شود که دفینه داخل آن می باشد، شامل ادوات و سلاح جنگی می باشد. شیوه دوم دفینه گذاری. این نوع دفینه اغلب در شاه پشته ها یا شاه تپه ها دیده می شود. در روی پشته سنگی را قرار داده و روی آن را می نوشتن عمر رضوان الله و دفینه را که شامل یک خمره سکه عمر خطاب است زیر سنگ دفن می کردند. شیوه سوم دفینه گذاری کافر قلعه یا قلعه کبرا در نظر می گرفتند و میان قلعه سنگ سیاهی را که روی آن شکل شمشیر به صورت حکاکی می کشیدند در نظر گرفته دفینه که شامل 2 خمره سکه بود زیر سنگ پنهان می کردند. سکه هم مربوط به عمر خطاب می باشد. شیوه چهارم دفینه گذاری نشانه مارمولک و بزمجه در ایران نشانه بار نیست و فقط توسط اعراب ایجاد شده است، چون اعراب وحشی علاقه زیادی به بزمجه بزرگ دارند. شیوه دفینه گذاری اول. این
این نوع دفینه ها اغلب در کنار راهدارخانه های قدیم که کنار رودخانه قرار داشت 2 سنگ سرخ و سفید را نشانه می‌گذاشتند و به عنوان شاخص روی سنگ سفید نشانه شانه و روی سنگ سرخ علامت انگشتر را می‌گذاشتند. دفینه زیر سنگ سفید رنگ بوده و یک دیگ یا یک خمره سکه امام حسن علیه السلام بود. شیوه دوم، قلعه‌های کافر دارای اهمیت بودند. در وسط قلعه سنگ بزرگی را به عنوان شاخص در نظر گرفته و نشانه می‌گذاشتند. نشانه علامت آن شکل شمشیر بود. دفینه دقیقاً زیر سنگ پنهان می‌شد و شامل سکه امام حسن علیه السلام بود. شیوه سوم، در زیر دست قلعه‌های کافر درخت مازو به عنوان شاخص در نظر می‌گرفتند. سمت قبله پشت درخت با فاصله 5 عرش یا ارش از درخت سمت قبله در نظر گرفته و دفینه را در آنجا قرار می‌دادند. اغلب خمره سکه امام حسن بود و روی آن را با سنگ محکم پلم می‌کردند. من شیوه درست اون قلعه‌های کافر نمیدونم، کافر اینو دقیقاً چون اسپلش رو اینجا نزده اصلا هیچ حروفی نزده، من همین کافر میخونم اینو. شیوه چهارم، در مکانهایی که به پیریا پسر مشهور است اغلب تلی درست میکردند و بالای تل نیز قلعه میساختند. زیر دست قلعه سنگی را به عنوان شاخص در نظر گرفته و دفینه را زیر آن پنهان می‌کردند. دفینه شامل دیگ بود. شیوه پنجم، اغلب در راه‌های ماررو یا شاهراهای اصلی چشمه‌ای را در نظر می‌گرفتند. سر چشمه یک چاه و بالای چاه طرف مشرق چشمه بود. دقیقاً پشت چشمه یک پشته‌ای به صورت ریخته شده ساخته و دفینه را دقیقاً وسط پشته قرار می‌دادند. دفینه شامل خمره سکه امام حسنی علیه السلام بود. شیوه ششم، همانطور که در شیوه‌های قبلی اشاره شد، درخت مازو به عنوان شاخص در نظر گرفته می‌شد که اغلب با فاصله‌های مختلف به سمت‌های مختلف پنهان می‌شد. اغلب در زیر خود درخت نیز که رو به قبله بود یک خمره دفن می‌کردند. البته این بر تمامی درختان مازو شامل نمی‌شد. بهتر از قبل از تخریب درخت با دستگاه فلزیاب مطمئن شوید. شیوه هفتم، اغلب در بالای تپه‌ها 2 سنگ سیاه و سفید در نظر می‌گرفتند و علامت حلقه را روی آن صورت حکاکی یا برجسته کار می‌کردند. دفینه زیر سنگ دفن می‌کردند. عمق بار اغلب 1 ذر بود. دفینه هم شامل یک خمره بود. حکومت بنی عباس یا عباسیان. خلافت عباسی توسط نوادگان عباس ابن عبدالمطلب عموی پیامبر که از بنی هاشم بود در سال 750 میلادی در حران تأسیس شد. مرکز این خلافت بعدها از حران به بغداد منتقل شد. حکومت عباسی در بغداد سال 1258 میلادی پس از یورش مغولان به پایان رسید. سپس توسط بازماندگان این دودمان حکومت مذکور در قاهره منتقل شد. در سال 1519 میلادی پس از فتح شام و مصر توسط ارتش عثمانی سلسله عباسیان منقرض شد. بنی عباس سیاست داخلی اداره کشور مانند امویان همان سیستم اداری روش ایرانیان پسندیدند و پیش گرفتند. خلافت بنی عباس در سال 132 هجری قمری توسط شخصی به نام صفاح تشکیل شد، مردی که در به قدرت رساندن خلافت بنی عباس نقش مهمی داشت. ابو مسلم خراسانی بود که بعدها توسط منصور جانشین برادرزاده صفاح به قتل رسید. منصور حکومتی را که عمویش پایه‌گذاری کرده بود قدرتمند کرد و پایتخت حکومت بنی عباس را به شهر بغداد منتقل کرد و تمامی دشمنان خود را به شدت سرکوب کرد.
قدرتمندترین فرمانروایان خاندان بنی عباس هارون الرشید است که در زمان او قلمرو خلافت بنی عباس در اوج وسعت قرار داشت. با این همه بسیاری که از قدرتی که به هارون الرشید نسبت می‌دهند به خاطر وزیر بزرگ او یحیی برمکی بود. یحیی برمکی با هارون الرشید بزرگ شده بود، با این حال بعدها دلیل قدرت بسیاری که به دست آورده بود کشته شد. بعد از مرگ هارون الرشید میان دو پسر او امین و مأمون بر سر قدرت درگیری اتفاق افتاد. امین بعد 5 سال حکومت توسط برادر خود کشته شد. چون مأمون به یاری ایرانیان به قدرت رسید، پایتخت بنی عباس از بغداد به شهر مرو در خراسان انتقال داد. این کار مأمون مخالفت بزرگان خاندان بنی عباس قرار گرفت. مأمون برای اینکه بزرگ شیعیان علی بن موسی رضا را زیر نظر مستقیم خود بگیرد، او را به مرو آورد. مقام ولیعهدی به ایشان پیشنهاد کرد. علی بن موسی رضا به شرط آنکه در کارهای سیاسی دخالتی نکند و هیچ کسی را عزل یا نصب نکند قبول کرد. با این وجود 1 سال بعد ایشان توسط خلیفه بنی عباس مسموم و کشته شد و مأمون دوباره پایتخت بنی عباس را به بغداد انتقال داد. بعد مرگ مأمون قدرت خاندان بنی عباس رو به انحطاط نهاد و قسمت‌های قلمرو این حکومت سر به طغیان برداشتند، حکومت‌هایی برای خود تشکیل دادند. شاید بعد از مأمون بتوان به 2 نفر از خلفای بنی عباس اشاره کوتاه کرد. یکی معتمد که در زمان او یکی از شاهان ایران به نام یعقوب لیث برای سرنگونی حکومت بنی عباس به بغداد حمله کرد ولی شکست خورد. کمی بعد بر اثر بیماری مرد و دیگری منصور که تلاش بسیاری کرد تا حکومت ایرانی خوارزمشاهیان را در خراسان سرنگون کند. به همین جهت مغولان را تحریک کرد که به ایران حمله کنند. آخرین خلیفه بنی عباس معتصم توسط مغولان شکست خورد و تسلیم شد و حکومت بنی عباس سرنگون کردید. شیوه و طریقه دفینه گذاری در دوره بنی عباس و عباسیان. شیوه اول، این نوع دفینه اغلب در قراولخانه که در کنار راه‌های قدیم درست می‌کردن بود. در کنار قراولخانه برج‌هایی برای دیدبانی شهر و کاروانیان و مسافران می‌ساختند. اغلب دفینه‌ها در وسط برج پنهان می‌کردند و با ساروج پلم می‌کردند. این نوع دفینه‌ها برای خرج سپاهیان یا تعمیر مورد استفاده قرار می‌گرفت. قراولخانه مکانی بلند قریب 1 فرسنگ بیرون شهر که شب و روز سربازان در آن مراقب بودند و چون سپاه دشمن را از دور می‌دیدند برای اطلاع مردم شهر آتش روشن می‌کردند یا به وسیله آنان را آگاه می‌ساختند. اتاقی که قراول 1 واحد نظامی در آن مستقرند پاسدارخانه نام داشت. شیوه دوم، در پل‌های بسیار بزرگ تاریخی بعضی شهرها که بر مسیر رودخانه قرار می‌گرفت بالای پل سمت شمال 3 قبر وارونه قرار داده و داخل قبر وسطی 1 دفینه قرار می‌دادند که شامل تاس بود. شیوه سوم، این نوع دفینه‌ها اغلب در کنار درختان گردو دفینه گذاری می‌شد، بدین صورت که با فاصله 1 گام بلند از درخت 1 سنگ جگری رنگ می‌گذاشتند و دقیقاً زیر آن سنگ دفینه را پنهان می‌کردند و اغلب دفینه شامل مشربه هارون الرشیدی بود. طریقه چهارم، این نوع شیوه که مربوط به 1 منطقه خاص در شمال کشور است و فقط محض یادگیری و جنبه آموزشی دارد. در سر رودخانه پشت برنجزار زیر سنگ 1 دیگ سکه از زبیده خاتون زوجه هارون الرشید دفن می‌کردند. شیوه پنجم، زندانخانه‌های قدیمی سنگ شتر در مناطقی به اسم
شترک یا شتر کمر خواهد بود. جلوی شتر 5 قبر که از گچ و سنگ ساخته شده است می باشد. در قبر میانی یک خمره سکه دوره اسلامی هارون الرشید می باشد. شیوه ششم برج‌های قدیم که برای دیدبانی کاربرد داشتند. اغلب آنها خرج سپاهیان در وسط برج که یک خمره سکه معتصم بود دفن می‌کردند. شیوه هفتم اغلب در کنار درخت چنار و مقابل شاخه او یک قبر بارونه وجود داشت که داخل قبر یک خمره سکه هارون الرشیدی بود. شیوه هشتم در اطراف امامزاده چشمه‌ای وجود داشت و بعضی از این چشمه‌ها گوگرد نیز داشتند. بالای آن چند درخت قدیمی بودند و مقابل درخت سنگ مربعی شکل حجاری شده بود. دفینه زیر سنگ مربع دفن می‌کردند. شیوه نهم حوالی بعضی قبرها سمت جنوب دره زاغه‌هایی می‌ساختند و درب زاغه را با سنگچین پلم می‌کردند و دفینه دقیقاً وسط زاغه پنهان می‌کردند که به لایه‌های گچ و زغال رسید و بعد به یک خمره هارون الرشیدی رسیده می‌شد. شیوه دهم اغلب عمارت‌های باستانی که خراب شده و به تپه مبدل گشتند از طریق مشرق باید به سمت مرکز تپه رفته به خمره دوره عباسی رسیده می شود. شیوه 11 در تخت‌های قدیم مکان‌های تخت نشین و جای صاف که در زمانهای قدیم نقارخانه بود طرف شمال سنگی که نشانه هاوند داشت می ساختند، زیر آن سکه عباسی پنهان و دفن می کردند. گنج تدمر یا تدمر اسماعیل ابن محمد ابن خالد قصری نقل کند که با مروان حمار بودم وقتی که شهر تدمر را خراب می کرد سوراخی ظاهر شد. خانه‌ای پیدا گردید در زیر زمین و تختی گذاشته شده بود و زنی بالای آن تخت بود با گیسوان دراز و قدم آن زن سوای انگشتان به قدر 1 ذراع بود و حلی و زیور بسیار بر او پوشانیده بودند و لوحی از طلا در گیسوان او بود. در او نوشته شده بود که نام من تدمر دختر حسان هستم. خدا ذلیل کند آن را که داخل در این خانه شود. پس مروان امر کرد که در آن سردابه را بستند و چیزی از زیور آن زن بر نداشت. اسماعیل گوید که چندی نکشید که عبدالله علی با لشکر بسیار آمده با مروان حرب نمود. ملک از او بستد. در تدمر صورتهای بسیار از سنگ تراشیدند و صورت 2 جاریه در پهلوی هم تراشیده شده در غایت حسن و جمال حجاری را در غایت قرابت در آن 2 صورت معمول داشتند، چنانکه اوس ابن ثعلبه در وصف آن 2 صورت گفته است: و تأتی اهل تدمر خبر عینا لما تسمع طول المقام قیامکما علا غیر الحشایا علا حبل اسم من الرخام فکم قدمر من عدد لیالی الاثر کما و عام بعد عام. گنج اردشیر. بعد از آن اردشیر چون فارس را مسخر گردانید لشکر مواجب طلبیدند. میخواست که قسمتی کند، نمیتوانست که به لشکری ندهد. از این متفکر و غمگین شد و لشکر را وعده داد. روزی در صفه تکیه زده بود. ماری سیاه دید که بر بالای سقف صفه در سوراخی رفت. قوم را گفت که این مار را بیرون آوردند و بکشتند و دیوار بشکافند. دفینه عالی یافتند و به لشکر قسمت کرد و هم در آن روز خیاطی که خیاط بزرگان آن ولایت بود گفت که چندین صندوق جواهر و جامه‌های قیمتی پیش من نهاده است.
بنی عباس و گنج اسکندر. در میان شام و حجاز شهری است که آن را تیما می‌خوانند و حصنی به غایت محکم دارد. از سنگ‌های ملون و اربان یا اربان آن را حصن ابلق می‌خوانند و آن را سلیمان ساخته است و اشعار بسیار به وصف آن گفتند و مثل شده. بعد از آن مناره اسکندریه چیزی به غایت عجیب ساختند و یکی از عجایب دنیا مناره اسکندریه است و اصل آن از آبگینه بوده و شکلی چون خرچنگ از می ساختند، به غایت بزرگ و در میان دریا و آب نهادند و بر پشت آن بنیاد مناره از آبگینه کردند و جانب مناره تا کناره زمین قنطرها از آبگینه ساختند و 450 گز بلندی آن منار است. غلیظ و قوی کرده بودند، چنانچه 365 قنطره از جوانب مناره از زیر تا بالا ساختند و بر بالای مناره آینه‌های بزرگ روشن بود که هر کس در آنجا بودی تا لون جامه و عدد ایشان همه را می نمود و در آن آینه می دیدند. قریب 320 فرسنگ است تا به قسطنطنیه و چون از روم و فرنگ لشکری عزیمت محاربه می کردند تا با مسلمانان جنگ کنند، چون در حرکت می آمدند اهل اسکندریه را معلوم بوده. به کارسازی و دفع و جواب لشکر مشغول می شدند. فرنگیان می خواستند که حیله کنند و آن آینه را خراب سازند. یکی از خلفا که به اسکندریه رفته بود می گویند که خلیفه هایی از آل عباس بود. جاسوسی فرنگیان فرستادند بر سبیل درویشی تا در آن خانه های منار اسکندریه مجاور شد و به خلیفه گفت در زیر این مناره گنج اسکندر است. بفرمود تا آن را خراب گردانیدند تا قعر دریا و آب شکل سرطانی یافتند و هیچ گنج نبود و چون آن شخص را طلب کردند گریخته بود. دانستند که آن جاسوس از فرنگ بوده و حیله کرده. پس خلیفه بفرمود تا استادان بنا را بیاورند تا باز مناره برآوردند و آخر از گچ و آجر ساختند 2 دانگ آنچه اول بود. آیین تدفین و ساختار قبرها در دوره اسلامی. پس از ورود دین اسلام به ایران دیگر آیین‌هایی که مربوط به زندگی پس از مرگ میشد از بین رفت و دیگر همراه مرده نه خمره‌ای دفن میشد و نه اشیاء فلزی، مگر جنگ‌های بین عرب‌ها و ایرانیان. بعد از مرگ به دلایل شرایط بد جنگی جنازه را در همان قسمت با تجهیزات خود دفن می‌کردند و بعد پیروزی اسلام رواج پیدا کردن دین اسلام میان ایرانیان بعد از مرگ همراه مرده فقط تسبیح و مهر 1 یا چند انگشتر نگیندار دفن می‌شد و مرده را به سمت قبله دفن می‌کردند. البته یک سری از این قبرها جهتش با قبله امروزی متفاوت است و همه آنها را با قبر زرتشتی همان گبری اشتباه می‌گیرند و بعد از کاوش داخل آن چیزی پیدا نمی‌کنند. قبرها همان قبرهای مسلمانی است، ولی به دلیل نبود مکه آن زمان جسد به سمت قبله قدیم بیت المقدس دفن می‌کردند. ساختار قبر پادشاهی به 2 شیوه بود: قبل از اسلام و بعد از اسلام. در قبل از اسلام به صورت دخمه بوده، مانند آرامگاه‌های صخره‌های پادشاهان هخامنشی. نمونه‌های دیگر قبرهای پادشاهی به صورت تل‌های خاکی است که هم قبل از اسلام کاربرد داشت هم بعد از اسلام. در قبل از اسلام این تل‌ها برای قبر ملکه‌ها و خاندان سلطنتی استفاده می‌شد، ولی بعد از اسلام برای پادشاهان و سرداران بزرگ استفاده می‌شد و ساختارشان به این صورت بود: در قسمت طلوع یا غروب درب را تعبیه می‌کردند که به دخمه درون تپه راه داشت. در زمان اسلامی نوع قبرهای پادشاهان کم کم
از حالت دخمه‌ای درآمد و به بنا تبدیل شد. نمونه آن همان بقعه‌ها هستند. دفینه بقعه‌ها یا قبرهای سلطانی. این قبرها متعلق به قبر پادشاهان در زمان اسلامی بوده. مثال: 1. شاه عباس اول، بقعه او در سمت جنوب غربی حرم مطهر وصل به آن بود. 2. شاه صفی، قبر او در رواق جنوبی حرم واقع بود و صندوقی روی قبرش بود که امروزه در موزه قرار دارد. 3. شاه سلیمان، شاه سلطان حسین، بقعه این دو در وسط بنای جدید مسجد بالاسر قرار دارد. 4. فتحعلی شاه، در شمال غربی صحن کهنه یا صحن طلا پشت مدرسه فیضیه می باشد که سنگ روی قبر این پادشاه تصویرش می باشد که بسیار زیباست. 5. محمد شاه قاجار، بقعه او در همین صحن در سمت جنوب غربی و در حد فاصل میان صحن مسجد اعظم واقع است که سنگ قبر نیز بسیار دیدنی است. در کنارش بقعه همسرش مهد علیا قرار دارد که دیده می شود. دفینه یا خمس آنها را در کنار جنازه و 70 سن زیر سر جنازه و سربار آن را در زیر محراب در زیر کفشکن جلوی درب ورود بین تک درخت و درب قرار می دادند. سری دیگر را لای درختان، زیر درختان و وسط دو درخت قرار می دادند. قلعه های دوره اسلامی در ایران. معماری و شهرسازی اوایل اسلام که متأثر از معماری قبل اسلام به ویژه دوره ساسانیان است، تفکرات دفاعی مورد توجه بوده است، به طوری که معمولاً هر شهر اسلامی از 3 بخش تحت عنوان کهندژ، شارستان و ربض تشکیل می‌گردید. مهمترین بخش‌ها کهندژ یا ارگ بود که عبارت بود از قلعه هایی که در وسط یا گوشه شهر قرار داشته و معمولاً از یک سو به باروی شهر پیوسته بود تا همواره برای دفاع و مقابله با تهاجمات دشمن آماده باشد. از جمله کهندژهای معروف میتوان کهندژهای شهرهای ایران، سمرقند، بخارا، بلخ و نیشابور را نام برد. رباط‌ها از بناهای دفاعی و نظامی صدر اسلام است و قلعه‌های نظامی مرزی را در دوران معینی رباط می‌گفتند، مانند رباط نسبیین که در سرحد میان ایران و روم شرقی بنا شده بود و نگاهبانان آن از دیلمان می‌آمدند. رباط‌ها را می‌توان از نخستین استحکامات سازه‌ای محسوب نمود که در نقاط بی‌حفاظ مرزی پناهگاه گروهی جهادگر بودند. پس از تثبیت اسلام در مناطق اسلامی، برطرف شدن تهدید سوی غیر مسلمانان در مرزها، معنی واژه رباط با مسجد یکی شد. قلعه‌های ایران به 2 نوع جلگه‌ای و کوهستانی، مصالح ساختمانی آنها نیز متفاوت است. طرح اصلی قلعه‌های جلگه‌ای مربع و یا مربع مستطیل است که 4 گوشه آن برج‌های مدور برای دفاع ساخته شدند. مصالح این قلعه‌ها خشت و گل است و به ندرت از آجر و گچ استفاده شده. استوارو یا دیوار ضخیم این قلعه‌ها چینه دیوارهای گلی که آن را بند بند می‌سازند است یا با خشت‌های قطور ساخته شده است. برای استحکام آن قطر و ضخامت بعضی از باروها به 4 متر هم می‌رسید. اطراف بعضی از این قلعه‌ها خندق حفر می‌کردند و برای رسیدن به قلعه از پل‌های متحرک بهره می‌گرفتند. بعضی از این قلعه‌ها به دلیل امنیت آنها محل سکونت کشاورزان و روستاییان شد که با گذراندن خیابانی معمولاً شمالی و جنوبی تأمین آب آشامیدنی خانه‌های روستایی در 2 طرف خیابان ساخته می‌شد. از این قلعه‌ها می‌توان به قلعه بیازه بیابانک و هنجن در سر راه نطنز به ابیانس اشاره کرد که تا این اواخر محل سکونت بوده است. این قلعه دارای برج و باروی ضخیم بسیار بزرگ بوده است. داخل قلعه کوچه‌های پرپیچ و خمی داشته است که همه آنها به گذر اصلی قلعه که به در قلعه منتهی می‌شود راه دارند.
خانه ها دو طبقه هستند و از طبقه زیرین برای نگهداری دام و یا انبار مواد غذایی و آشپزخانه استفاده می‌کردند و اتاق‌های نشیمن در طبقه دوم قرار داشتند. تمام دوران اسلامی در ایران قلعه‌های بسیاری داخل شهرها به وجود آمدند. برای مثال می‌توانیم از ارگ کرمان و قلعه فلک الافلاک در خرم‌آباد و ارگ نام برد. قلعه‌های اوایل و اواسط دوره اسلامی سرتاسر ایران پراکنده بودند و به طور کلی در کنار شاهراهای ارتباطی ساخته شدند. نمونه این قلعه‌ها شبکه وسیع قلعه‌های اسماعیلیه است که در نقاط مختلف بنا شدند، یا قلعه‌ای که فقط برای محافظت از راه‌ها و ایجاد امنیت در مسیرهای کاروانرو ساخته شدند، یا قلعه‌ای که در نزدیکی پل‌ها و رودخانه‌ها ایجاد شدند، مانند قلعه‌ای که در شمال رودبار در بستر سفیدرود احداث شده است. یکی از بزرگترین و قدیمی‌ترین قلعه‌های ایران قلعه گلیس در جاده کاروانرو ورامین به قم نزدیک محلی به نام کاش ساخته شده و شامل تعداد بسیاری برج محکم مستطیل شکل است که به خوبی قادرند از قسمت حیاتی جان و مال ساکنان قلعه محافظت کنند. برای قلعه را میتوان به دوره شاهنشاهی ساسانیان نسبت داد و اگر هم در آن زمان ساخته نشده باشد، قلعه در قرون اولیه اسلامی در زمان سلجوقیان ساخته شده است، زیرا دیوارهای آن شباهت بسیاری به دیوارهای رباط سنگی دارد که متعلق به دوران سلجوقی است. هنر قلعه‌سازی در ایران از آغاز ظهور اسلام در قرن هفتم میلادی تا زمان حاضر به تدریج تکامل یافته. پیشرفت‌هایی که از لحاظ جنگی برای مهاجمان و نیز مدافعان به وجود آمده و استفاده از فنون جدید در جنگ‌ها موجب شده که برج‌های مدور بزرگتر و نزدیک به هم و دیوارهای مستحکم‌تر بنا شوند. حکومت صفاریان در ایران که دیگه بیش از این وقت به من اجازه نمیده که برای شما بخونم. این کتاب بسیار زیباست، تذهیب و کارهای مینیاتوری بسیار زیبایی داره، صفحاتش بالای 201 صفحه هستش و امیدوارم که این کتاب رو تهیه کنین و با این تاریخ زیبا در کشورمون آشنا بشین که شیخ بهایی کاملا از لحاظ معماری، گنجیابی و پیدا کردن دفینه‌ها و سکه‌های طلا بسیار صحبت کرده. امیدوارم که از این کتاب زیبا لذت برده باشید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.